نیت نماز را با زبان حتمی است. یعنی شما بینید که ما در هر یک نماز نیت میکنیم. نیت کردن بگذارم 2 رکعت فرض نماز بامداد، یا 4 رکعت فرض نماز پیشین، یا 4 رکعت سنت نماز پیشین. همین را در عزیزای خدا الله رحمت چون که از آن جمله عباره های مختصر الوقایه میگه و مع اللفظ افضل، یعنی و مع اللفظ افضل، اگر با شرطی که آدمی که با قلب شم، یعنی این اگر من آمدم و مثال نماز بامداد نیت نکردم، خود تنها گذار باشم، خود در پشت امام همین خیلی که آمدم الله اکبر انامین گفتن فرضه، الله اکبر همیشه گفتن، و اویی که من علاکه قدم زدم مسجد رفتیستم، علاکه نیتی من معلوم است که من برای نماز عصر میرم، نماز بامداد میرم، همون نیت خودش الله اکبرش علاکه کفایت میکنه. لیکن عزیزای خدا میگن که اگر با زبانش بگرد این مقصد چی است؟ خوبه، بهتره. یعنی این اصلا بگیری برادرای عزیز، وقتی که آدم در نماز می درآید، یک لحظه که نیت کردم بگذارم 2 رکعت فرض نماز بامداد روی آوردم به قبله به جهت کعبه خالصا لله تعالی، وقتی همینها را گفتن میگیره، یعنی در نماز آمادگیش تیار کردن میگیره. و یک دیده که در مسابقه ها انا اول یک بار مردم نمیدود، اگر مسابقه دویدن باشد یا اسب دوانی باشد اول منشان میکنن و خب میگن تیار شوید، یا روزا استارت میگن. انا همین تیار شدن، یعنی علاکه ما تیار شده سیم که حاضر در درونی عبادت میداریم که دیگر جمعی کارهای دنیا در حالت عبادت برای ما حرامه، برای یک تیاری های. از همین لحاظ میگن که تیار شده و در آمدن بهتره. و ایلا اگر مقصد الله اکبر هم که بگرد نمازش درست میشه. بابای حاجی، من دانشجو هستم. گوید که در اسلام حکم پاره دهنده و پاره گیرنده چی هست؟ اصلا برادرای عزیز و گرامی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیغمبر نازنین من گفتن که الراشی و المرتشی فی النار، پاره دهنده و پارهگیر هر دو در آتش دوزخند. اکو پارهخورش کن معلوم، پارهخور مقصد معلوم است که این آدم یک آدمی ظالمه، زیرا پاره میخوره و کار با پاره پیش میبره. لیکن آدم پاره دهنده چی؟ این برادرای عزیز همین پاره دهنده ها هستن که پاره خورها پیدا می شوند. برای چی الله مهربان میگه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، شما یکدیگر در کار گناه یاردم نکنین. وقتی او در مثال گرفتن پاره خودش حرام، وقتی تو یاردمش میکنی تو هم شریکی، یعنی تو هم از پارهخور یگان فرقی نداری، زیرا او را تو پارهخور کرده. مقصد تو را در همین کار گناه یاردم که میکنی همین کار رواج یافتیسه. اگر پاره نتی وای از کجا دیگر مقصد همین کار از بین میرود، جامعه آباد میشود. از این لحاظ برادرای عزیز و گرامی، یکی از سبب‌های ببینید نخواندن ما هم ممکن، اگر من در دانشگاه خانم اگر یگان استاد باشد که مقصد مرا با پاره بها متید، من دیگر نمیخوانم کو. وقتی من نخواندم آیا این به ضرر کیه؟ این به ضرر اولا خودی من، بعدم به ضرر جمعیت من، مردم من، زیرا که من همو حجت گرفتم، لیکن
هیچ قابلیت و هیچ سواد و هیچ درک ندارم، با این کاغذ گرفتگی تنها من چه خیلی مقصد با همون اختصاصی که تمام کردم چه خیلی پگاه خدمت بکنم. برای همین هر دی اینها در آتش جهنمند. و یک حدیث داشتیم پیامبر میگه که القاتل و المقتول فی النار، گفتن کشنده و کشته شده هر دو در آتش جهنمند. میگه یک نفر گفت حضرت خاک کشنده معلوم است که وای خون ناحق بزنید، آخه کشته شده چی گناه دارد؟ گفت اگر اینم قوت میافت وای میکشت، مادامی که قوت این کمی کرد این کشته شد. برای همین هر دینا را حکمشان یک چیزه. یا یک آدم یک نفر مالی دزدیده میخره، من از یک جای تلفن میدزدم، تلفن مقصد ارزشش $1,500 میبرم در یک نفر $200 $300 میفروشمش، و میداند که این ارزشش $1,500 چخیلی را من در $200 میگیرم، معلوم است که وای دزدی ای. وقتی که از همون خریداری میکند اینها هر دو در گناه شریکند، هر دو در گناه شریکند.